روزهای زیادی صرف شد تا بالاخره تونستم آموزش این کار رو براتون آماده کنم. 2 سال ازش میگذره و تو این 2 سال جرئت نکردم براتون پستش کنم، چون نگران بودم این کار با ارزش حمایت نشه. هرچی در توانتونه برای حمایتش بذارید. برای این کار برخلاف همه من از نخ مکرامه استفاده نکردم. از این نواره چرمی که قیمتی هم نداره استفاده کردم. توی استوری هم بهتون میگم از کجا تهیهش کنید. سایزا کامل توی کپشن ذکر شده. یادم نرفته اینو بهتون بگم که این کیف توی بازار ایران نیست و من با آزمون خطا تونستم روش آماده کردنش رو پیدا کنم. برای شروع کار نوارها رو برش زدم به یک اندازه و به این شکل دور حلقه چوبی سر انداختم. تعدادش توی کپشن هست. 2 تای اول رو از 2 طرف کنار گذاشتم. 4 تای بعدی رو به این شکل شروع کردم گره زدم. کل بافت این کیف با همین یه دونه گره هست. یعنی با گره مربع شما کل این کار رو میتونید ببافین. فوق العاده هم راحته. توی تمام ویدیو بارها و بارها نحوه گره زدن رو میبینید. بعد از هر گره باید حسابی نخ‌ها رو محکم کنید. 4 تا رو میذاریم کنار، 4 تای بعدی رو جدا میکنیم. 2 تا باید وسط قرار گرفته باشه. یکی از نخ‌ها میاد روی بعدی و به این شکل گره میزنیم و دوباره برعکس اون گره رو روی پایینش اجرا میکنیم. کار فوق العاده راحتیه، فقط کافیه چند بار این گره رو نگاه کنید. کامل که بافتیم 2 تای اون سر رو جدا میکنیم، بهش نخ اضافه میکنیم. به این شکل باید بهش نخ رو اضافه کنیم و این نخی که اضافه شده میاریم توی بافت جدید. این 2 تا نخ که هر طرف حلقه جدا نگهش داشتیم رو بهش نخ اضافه کردیم، در واقع قسمت دهانه کیف رو تشکیل میده. دوباره مراحل رو اجرا میکنیم. گره مربع تو کل کار ادامه پیدا میکنه. همینجور که دارید میبینید یه توضیح کوچیک بدم. این نخ‌ها حالت چرمی داره، فوق العاده هم قیمتش ارزونه. حتما یه سر به استوریا بزنید، بهتون میگم که اینا رو از کجا میتونید تهیه کنید. به همین شکل رج‌ها رو ادامه میدیم، بافت مربع رو میزنیم. هر بار به اون انتها میرسیم یه دونه نخ به این شکل بهش اضافه میکنیم. من 8 تا از این نخ‌ها به کارم اضافه کردم. شما میتونید اگر دهانه بزرگتری نیاز دارین برای کیفتون تعداد اضافه کردن این نخ‌ها رو بیشتر کنید. شما هر رجی که میبافین باید بیاین به این دهانه یه دونه نخ اضافه کنید. اینجوری نباشه که 8 تا رو یک جا اضافه کنید. این گره رو ادامه میدیم تا جایی که 8 تا از این نخ‌ها روی نخ‌های کناری اضافه بشه. به این شکل که آماده شد 2 تا از این کار باید آماده کنیم، روی هم قرارش میدیم. این 2 تای انتهایی رو جدا میکنیم و با هم یه گره مربع میزنیم. دقیقاً همون گره‌ای که از اول داشتیم انجام میدادیم. خیلی راحته. از اینجا به بعد دیگه 2 طرف کیف باید به هم متصل بشن. دوباره به همون روش قبلی گره مربعی تو کل کار ادامه پیدا میکنه. فقط ما 2 طرف کیف رو دیگه الان کنار هم دیگه داریم. بعد از هر گره حسابی نخ‌ها رو میکشیم که شیک و محکم بشه. 4 تا رو کنار میذاریم، میریم سراغ 4 تای بعدی. دقت کنید که به این شکل یه شیار اون وسط قرار میگیره. این باعث میشه که کار گرهتون شیک‌تر بشه. پس اشتباه نکنید، این گره وسطش یه شیاره. ادامه میدیم باف رو تا میرسیم به سر بعدی این کیف. دوباره به همون شکل گره مربع رو اجرا میکنیم. گره ها رو دور تا دور کار ادامه میدیم تا حدود 8 الی 9 رج بیاد پایین. زمانی که اومد پایین از وسط کیف، یعنی از کناره های کیف 4 تا رو میکشیم میبریم بالا که قاطی نشه، یعنی اونا دیگه حذف شد، تو باف نمیاد. حالا 4 تای کناری رو به هم نزدیک میکنه و یه گره مربع میزنیم، حسابی هم میکشیم که کیف حالت جمع پیدا کنه. از این مرحله همینطور که میبینید کیف شروع میکنه به جمع شدن. یعنی ما داریم توی هر رج 4 تا رو میبریم داخل، میذاریم اون بالا که دیگه توی بافت نباشه و 2 تا از سمت چپ 2 تا از سمت راست رو کنار هم قرار میدیم و بافت مربع رو به این شکل اجرا میکنیم، سفتش میکنیم که کیف حالت خمره‌ای پیدا کنه. حالا اسم مناسبی براش ندارم، شما باید تصور کنید که منظور من چیه. از توی این مرحله ما هر رج که جلو میریم اون قسمت کناری کیف رو 4 تاش رو میکشیم میبریم بالا، میذاریم که دیگه توی باف نباشه و کناریا رو کنار هم دیگه قرار میدیم و میبافیم. ادامه میدیم تا به این مرحله برسیم. زمانی که کیف به اندازه دلخواه رسید به این شکل کیف رو برمیگردونیم، چون قرار قسمت کفی کیف رو اجرا کنیم.
کار سختی هم نیست، دقیقاً مثل مراحل قبلیه. فقط نکته‌ای که وجود داره، چون من نمیدونستم چقدر نخ نیاز دارم، نخ‌ها رو خیلی بلند گرفتم، ولی دقت کنید متوجه میشید. دقیقاً به همون شکل ما داریم بافت مربعی میزنیم، یعنی دو طرف کار رو از هر طرف دوتا میگیریم و بافت مربع رو اجرا میکنیم. هر بافت مربعی که زدیم سفت میکنیم حساب محکم که شد، اون 4 تا نخی که بافته شده میذاریم کنار. دوباره از دو طرف کار از هر طرف 2 تا نخ میگیریم و بافت مربع رو اجرا میکنیم. اصلا کار سختی نیست. منی که بلد نبودم و نمیدونستم راه درست چیه، با آزمون و خطا تونستم این کار رو انجام بدم. شما دارین آموزش کاملش رو میبینید، پس برای شما خیلی راحت تره. این کیف رو حتما با این چرما درست کنید، چون بافت با نخ مکرمه چیزیه که خب همه دارن انجام میدن. کار متفاوت اونیه که یه تغییر اساسی تو کارش ایجاد کنه. بعد از اینکه قسمت زیری کیف به این شکل گره‌هاش انجام شد و کیف کامل تموم شد، اضافه نخ‌ها رو قیچی میکنیم. من یه مقدار بلندتر گرفتم که بتونم اینا رو با قلاب داخل گره ها فرو کنم، ولی اصلا نیاز نیست. بعد از 2 سال فهمیدم که این کار حسابی محکمه و اگر از ته هم قیچی میکردم اتفاق خاصی نمیافتاد. حالا وقتشه که کیفو برگردونیم و نتیجه زحماتمون رو به این شکل ببینیم. یه کار متفاوت، زیبا و گرون. فوق‌العاده قیمت این کار تو بازار بالاست. یه نکته‌ای که وجود داره، اگر می‌خواین کارتون بزرگتر بشه، دهان بزرگتر بشه، باید تعداد این نخایی که اینجا سر مینداختیم و بیشتر کنید. همه اینا سلیقه‌ایه و دستتون میاد که چقدر میتونید تغییر توش ایجاد کنید. ساعت‌ها زحمت کشیده شده تا این پست آماده بشه. لایک و ذخیره این پست حمایت از من و آموزشمه و برای شما هیچ هزینه‌ای نداره. این کار یه ایده عالیه برای کسب درآمد. ممنونم که برای دوستاتون میفرستین، ازش حمایت میکنید.